سلام بچه‌ها، چطورین؟ من مریدا و امروز اومدم با تست غذای عربی. اومدم بهشون همشون رو تست کنم و بهشون ریت بدم. ببینیم خوشمون میاد یا نه. یه نکته مهم. امروز یه مهمون بسیار ویژه. سلام بچه‌ها. خوب هستید؟ اومدیم یه دونه غذای عربی رو تست کنیم و به شما نظرمون بگیم. به خاطر این مهمونم که شده یه دونه لایک کن. بابا یه دونه لایک دیگه، این همه غذا بخوایم بخوریم میترکیم. اسم این غذای عربی شاورماه که احتمالا خیلیاتون میشناسید. این شاورمای گوشته، این شاورمای مرغه. حالا بریم اینو تست کنیم ببینیم که چه امتیازی از ما میگیره. اول من گوشت رو تست میکنم. من اول مرغ رو تست. ببین فکر کنم که اول اینو بزنیم این تو، یه ذره از این بزنیم این رو. بچه می‌دونستی من یه موجود گوشت خورم و عاشق گوشتم. بچه این خیلی خوشمزه است ولی خیلی مزه دنبه میده. یه مزه خاصی تو مرغش داره، اصلا فرق داره با شاورمای جای دیگه. چیه؟ یعنی بوی ذوق میده؟ یه مزه خاصی تو هم از گوشتش امتحان کن. بیا کثیف کاری بدم میاد. من مرغشو بیشتر دوست داشتم. من دستمال رو میرسونیم داداش. بچه مرغش از گوشتش خوشمزه تر بود. گوشتش هم خوشمزه بود ولی چون یه مزه زیاد دنبه میداد یا مثلا مزه زیاد چربی، من مرغش رو بیشتر دوست داشتم. مرغش قشنگ بوی بد نمیداد ولی خب دیگه بو میداد. غذای عربی من احساس می‌کنم یکم اینجوریه. مرغش از من میگیره 7 از 10، گوشتش میگیره 4 از 10. تو چی؟ منم مرغش رو میدم 6 و گوشتش هم میدم 3. بریم بعدی. این آیتم 3 تا از تقریبا پیش غذا تورای عربیه که اسم این هموسه که فکر می‌کنم همه بشناسن. این متبله، این تنبوله است اسمش. این نونم نونیه که باید با هموس و متبل بخوریم امتیازشو بدیم. بذار من یکم از این بخورم متبل. یه مزه دودی میده این. تو کدومو خوردی؟ هموس. طعم خاصی نداره. این یه مزه دودی میده. انگار که این طعم خاصی نداره. یه چیز دودی توشه. مزه این قالب ببین. اینو من خالی نخوردم نمیدونم. واسه میگم یه ذره فقط ته مزهش مزه نخود میده. چیز خاصی نمیده. این مزه قشنگ مزه برنج دودی میده. آره یا بادمجون دودی. من اینو بیشتر از این دوست داشتم. حالا بریم تنبوله رو تست کنیم ببینیم چیه. روغن زیتون، جعفری. من یه چیزی انگار شبیه سالاد شیرازی، کاهو، جعفری، یکم پیاز، روغن زیتون، ادویه. اون سفیدا توش چیه؟ کنجده؟ نه برنجه. بلغوره فکر کنم. یه چیزی تو مایه های بلغور و برنج و اینجور چیزاست. ولی این یه مزه ترش باحالی داره. خیلی خوبه. من اینم دوست داشتم. ولی از این خیلی بهتره. این که اصلا خوشمزه نبود هموس. من به این آیتما به ترتیب به این میدم 8 از 10، به این میدم 8 از 10، به این میدم 3. اصلا خیلی دوستش نداشتم. تو چی؟ من به این میدم 2 چون واقعا اصلا مزه خاصی نداشت. اصلا هیچی. این بازم میذاره خیلی خوبتر بود از این. من میدم 7. تو اون چی؟ به این میدم 8.
خوبه، بریم بعدی. غذای بعدی اسمش سنفور است. بریم باز کنیم ببینیم چه شکلیه. یه فیس خوشگلی داره ولی نمیدونم ازش چیه. و توش گوشت و پنیر و ادویه و خمیره. بذار تست کنیم ببینیم چیه. شوره، خیلی شوره. و بیشتر مزه نون میده تا مزه آره داخلش. پنیر و گوشت توش خیلی کمه و اینکه مزه خمیرش هم خیلی میاد. خمیرش هم به شدت شوره ولی خوشمزه است، بد نیست. نه اینجوری نیست که بگیم خیلی بد مزه است. من به این میدم 5 از 10. ولی حداقل از شاورما گوشته بهتره. آره قبول دارم. من میدم 6. این یکی آیتم اسمش هست پیتزا بلبکی که فکر کنم ترکیباتش اینه که همون مواد پیتزاه ولی تفاوتش با بقیه پیتزاها اینه که با گوشت خود شاورما درست شده. یعنی همون گوشتی که شاورما رو باهاش درست میکنن الان زدن توی. بریم امتحان کنیم ببینیم چه شکلیه. همون مزه شاورما رو میده. شما فکر کن به شاورما یه پنیر پیتزا زده باشی ولی با مرغ قاطیه دیگه. گوشت مرغش آره گوشت مرغش قاطیه. راست میگه. نظرت؟ من به این میدم از 10 6. منم میدم 6. بابا یه دونه لایک کن دیگه، این همه غذا خوردیم داریم میترکی. اسم این غذا هست دوشکا که نون و پنیره. گوشتم داره؟ نه. ببین بذار برگردونم نشون بدم. اینجاش پنیره، خودش هم که خمیره. همین نون پنیر. نون و پنیر پیتزا. بخوریم ببینیم این چیه. خیلی بد کنده میشه. بد نیست ولی خیلی چیز خاصی هم نیست. مزه نون پیتزا میده واقعا. آره. خوشم نمیاد. ته پیتزا رو اگه خورده باشین که معمولا همه نمیخورن مزه همونو میده. این خیلی بیخورده. نه من نبودم. نه. من به اینم میدم 3. 2. این یکی آیتم اسمش سمبوسه دجاجه که بذار باز کنم. بابا اینا همه شبیه پیتزاست. خب یا این شکل مثلثی ولی شبیه پیتزا. مثلا فکر کن چی بود، یه دونه رستوران بود پیتزاشو این شکلی مثلثی درست. آره. بخوریم این چند. به خدا این بدمزه باشه بقیه آیتما رو نمیگیرم، میندازم دور. لاش مرغ و وا شد اینا همه هم. فقط مرغ داخلش با قارچ و اینا. این هم مرغ شاورماه با زیتون. به خدا اصلا مرغ میده. نه بابا اون یکی بود چی بود خوردیم، اون که مزه شاورمای گوشت میداد، اینم که مزه شاورمای مرغ میده. یعنی 2 تا آیتم کاملا تکراری. برای همین من اصلا امتیاز بالایی به این نمیده. من به همون امتیازی که به شاورما مرغ دادم به همون. چند دادیم؟ 8 بود. آره منم 8 بود. این یکی آیتم اسمش منقوش است. اینم شکل خوشگلی اصلا نداره، مثل همون. چی اصلا این کجا یادم میگیره؟ نمیدونم والله. یه دونه لایک کن. اینو بخوریم تست کنیم ببینیم چیه. این مزه پیتزای گوشت میده ولی خیلی بدمزه تر است. بدمزه تر؟ چرا؟ نه من خوشم اومد. چون فقط مزه فطیر میده حس میکنم بیشتر تا پیتزا و خوشم نمیاد. نه آره من خوشم نمیاد. این وسطش خیلی بوی گوشتش زیاده. بعد خب مثلا یکی مثل من یا آراس که دوست نداریم اذیت کننده است. ولی من اولش خوردم خوشم اومد. آره من مثلا میدم 4 از 10. نه من میدم 6. اینجوری نیست که نشه خورد ولی یه مزه خاصی داره. کلا که غذای عربی مزه‌اش خیلی خاصه ولی خب نه 6 من میدم 6.
من همون 4. این یکی آیتم اسمش هست بورک گوشت که بذار ببینیم. آرس اینو باید نصف کنیم. یه خیلی زیاد. بزرگه. آره. وایسا یه دقیقه ببینم توش چیه. توش گوشت و یه سری سبزی و پیاز و ایناست. تست بزنیم چه مزه‌ایه. چه مزه‌ای. واقعا بدمزه بود. وای خیلی بدمزه است. برگ گوشته از این چی؟ شاورما گوشته از این خیلی خوشمزه تر. خیلی. این یعنی واقعا انقدر بدمزه است. یکم از سرش زیاده. آره بخور مزه هم دوست چه. من 1 تو چند؟ منم میدم 0. خوشم نمیاد. افتضاح. خب بچه‌ها اینم از آخرین آیتم. این آیتم اسمش هست سجق. تو یه دونه لایک کن تا نشونت بده. بازم شبیه همه بابا یه ذره تنوع، یه ذره ابتکار عمل، یه ذره خلاقیت آخه. گذاشتن دیگه فقط شکلشو تغییر دادن. همش همون نرتن کنن. توشیه خب. باز کنیم ببینیم داخلش. نون و پنیر. هیچ. بازم؟ برش کن بابا امروز همش نون و پنیر خوردیم. من به این 3 میدم. من 1 میدم. اصلا این هیچ مزه هیچی نمیده. متاسفانه غذای عربی شکست خوردن امروز. بچه‌ها ولی غذای عربی به خود اونقدری مثلا بدمزه نیستن. برای خودشون جز غذای محبوبی بود که الان ما تست کردیم. به خاطر نوع طبخش، حالا اون شکلی که گوشت رو طبخ میکنن یا مثلا ادویه میذارن غذاشون و اینا به ذائقه ما خوش نیامد. ولی در کل این مجموعه غذاها جز غذای خیلی محبوب عرباست. خب بچه‌ها این بود از این ویدیو. امیدوارم دوست داشته باشین و ما رو به دوستاتون معرفی کنین. لایک اون یه دونه لایک بزن. بعدم این که سابسکرایب کن، زنگوله رو بذار روی آل که هر موقع من ویدیو گذاشتم یوتیوب بیاد بهت خبر بده مریدا ویدیو گذاشته. بیا نگاه کنید دورم کنید چیزای خفن تست کنیم و حالشو ببریم. فعلا تا یه ویدیو دیگه خداحافظ.